دست به نقد. کی میدونه این آیه‌ای که من اشاره کردم رو پلاتو آیه رسالت بوذری، کی میدونه کدوم آیه رو دارم میگم؟ حاج آقا شما که بلند شدین، حاج آقا شما جواب میدین؟ بله بله. پسرتون جواب میدن. حافظ من اولشو میخونم. یا ایها الذین آمنو. ادامه. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. باریکالله باریکالله. احسن باریکالله احسن. ببینم حاج آقا گوش به اون این آیه 12 سوره مبارکه. آیه چند کجاست؟ 12 سوره حجرات. سوره حجرات. الان حاج احمد بخونه بفهمی یعنی چی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله. ایه بالله. اسم چیه؟ اسم صلاح الدین. چی؟ اوتیسم. چی اسمش چی؟ صلاح الدین. صلاح الدین. صلاح الدین چی؟ صلاح الدین سواری. مریضی داره. آره اوتیسم. اوتیسم. صلاح الدین سواری اوتیسم. حافظ کل. بیاین پایین تشریف بیارین تشویقشون کنین. نکنین. شما بیاین پایین. خب حاج آقا بله دست به جیب بشین بابا. به نظرم گرچه از آخوندا چیزی گرفتن کار سختیه. اینا شانتاج نکن. دست به جیب دست به نقد. بابا ماشاءالله. آقا مثلا دست به جیب دست به نقد. مبارکتون باشه. مبارکتون باشه. ممنونم آقا. مبارکتون باشه. شاید خوشحال شد. ولی اینجایی که میگه والا تجسسون، تجسس داریم و تحسس. اونجایی که میگه فتحسسوا من یوسف و اخیه، یه نقطه فرق داره ولی یه عالمه فرق داره. یه موقع شما میرید میگورید به قول معروف، میخواید یه نکته خوب در بیارید، این میشه تحسس. یه موقع از تجسس میکنید. تجسس یعنی میرید خلاصه میکاوید زندگی یه نفر رو که این نکته آتوی یه چیزی گیر بیارید که بعداً یه جا خرجش کنید. ولا تجسسوا، تجسس نکنید، تحسس کنید. خیلی ممنونم. صلاح الدین جان سلام عزیزم. سلام. خوبی؟ سلام عزیزم. خوش اومدی. قربانت. شما نگو پدر، بذار من ببینم چیکار میکنن. تکراریه دیگه. یعنی کلماتو تکراری میگه. آره تسمه دیگه. چجوری پس قرآن رو حفظ کرده؟ والله نمیدونم. ما حفظ کردن یا این؟ نه من الان خودم نمیدونم واقعا. شنیدنه. شما که کاری نکردی؟ نه کاری نکرد. الله. این واقعیت. نه من الان که باور نمیکنم. شما هیچی نگو آج آقا، من باش صحبت کنم. صلاح الدین جان چجوری قرآن رو حفظ کردی؟ حافظ کل قرآن. نه چجوری حفظ کردی؟ میدونم حافظ کل قرآن حفظ کردم. آقا اصلا قرآن بپرسیم ببینیم قرآن رو چجوری میخونه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نه بپرسیم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
ولا تقولوا على الله إلا الحق. آخه این سختا شد. آقا آقای بوذری این قرآن من همینجوری باز میکنم. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. الله اکبر. حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله اکبر. الله اکبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. آقای حتی مکس هم نمیکنه واسه مکس هم نمیکنه اصلا فکر نمیکنه. بپرسیم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واقعا شبیه معجزه است. آیه و سوره بپرسید. سوره نحل آیه 7. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. آية 2 سيرة الأنعام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تبترون. ما شاء الله. بالعربية. اذا من یه لیتمن قلبی بپرسم. آیه 98 سوره کهف. فقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله. رسالة جان. آقا یه لحظه واستی. آقا تون میخوایم بریم. بسم الله. اینم قرآن. بسم الله الرحمن. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. تمام. بسم الله الرحمن وما قدر الله حق قدره. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بسم الله الرحمن. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بسم الله الرحمن. قال علمها عند ربي في كتاب. ولا لا يضل ربي ولا انسى. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا أنت من المسحرين. بس دیگه. خب صبر کنیم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. من أي سورة وما رقم الآية؟ کدوم سوره است این إن آیه؟ الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة غافر. الله. سورة رقم السورة 59. عجيب. حسنه بگیم والله. آقا سالک من هنوز نفهمیدم. حالا من الان به شما قرآن میگم. حفظ کرده یا قرآن حفظ شده؟ بذاری من سوال عادی ازش بپرسم. صلاح الدین با چی اومدی از اهواز تهران؟ چه جوری اومدی تهران؟ رفت. با چی اومدی؟ محفل. نمیتونه یک سوال رو کامل جواب بده. یک سوال ساده رو دقت کنین. یعنی این دیگه هیچ چشم بندی و اینا نیست. اما قرآن رو اینجوری جواب آخه داد. حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه تو پاسخ دادن به قرآن. اصلا حیرت آوره. به خدا دیوونه شدم من. اصلا موندم. من هنوز حافظ به خدا نمیدونم این یعنی جدی به خدا. قرآن حفظ کردی. آها این مهمه. چجوری آخه مثلا فقط شنیده؟ من یه بار دیگه میپرسم. صلاح الدین بله. قرآن رو چجوری حفظ شدی؟ حفظ شد. چی؟ حفظ کردم. چجوری؟ با کی کمکت کرد؟ زیاد شدیم. وای خدا. آقا با زیاد شنیدنم نمیشه. تو خونه کسی قرآن حفظ بود؟ وای خدا. چی؟ حفظ کردم. الله اکبر. الله. خب آقا نبی چند تا فرزند داری؟ تا دختر و 4 تا پسر. 4 تا پسر. صلاح الدین آخرش. آخری. کتام و مسک. کتاب و مسک. آره. انشالله. انشالله. ببینم جان میخواد بخونه چی کار داری؟ الان میخواد بگه ختام ختامه مسک. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آقا رسالت مادرشون هم هست اینجا الان؟ آره مادرش و خواهرش باشه.
هم مادرش هست هم خواهرش هستن. خب بگیم آمدیم گفتیم تماشا کنین. خب تشویق کنین مادر صلاح الدین، خواهرای صلاح الدین. اینجوری فایده نداره، تشویق کنین. بفرمایین 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 بفرمایین. ما یه صلاح الدینی اینجا داریم که 3 سالگی آقا نبی پدرش متوجه میشه که بیماری اوتیسم داره. صلاح الدین از پاسخ به سوالات عادی عاجزه، اما حافظ کل قرآن با این مدلی که اساتید پرسیدن، یعنی سرضرب داره سوالا رو جواب میده. حیرت انگیز حافظ قرآنه. أي سنة من عمره يعني لاحظت هذا الأمر أنه يتلو القرآن؟ أي سنة أنت يعني استعجبتي من هذا؟ في أي سنة؟ هو بلا 4 سنين حدود 5 هو يتعلم من التلفزيون، همه يعاين على التلفزيون كثير، حفظ القرآن من عندي. يعاين على التلفزيون كثير، يعني فقط التلفزيون نقام يكون زياد. نه اصلا نمیشه همچین زیاد. تلویزیون صبح تا شب پخش کنه با این سرعت انتقال، یعنی تا ما هنوز من کلمه تموم نشده ادامهشو میخونه، حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه. خب آقا نبی، شمایی که نه معلمی داشته صلاح الدین نه براش کاری کردین، چجوری کی متوجه شدین که صلاح الدین حافظ کل قرآنه؟ مینویسه تو روی دیوار مینویسه. چی مینویسه؟ آیه مینویسه. مینوشت داره. آقای بوذری از خواهر بفرم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. ما هم سلام میگیم، خوش آمد میگیم، طاعت عبادت و تو حقروتیم. آره و طاعت عبادتتون قبول باشه، ولی اصلا شده هم میفهمیم هم نمیفهمیم. کودک اوتیسم نمیتونه ارتباط برقرار کنه و نمیتونه صحبت کنه. یعنی یه جوریه که مثلا یه کلمه رو بهش بگی همون رو منعکس میکنه، مثلا ضمیر و اینا رو اصلا متوجه نمیشه. اگه بهش میگی مثلا گرسنه‌ای میگه گرسنه‌ام، فقط همین. صلاح الدین خدا این نعمت بزرگ رو بهش داده که قرآن رو خودش حفظ کرد بدون اینکه ما یادش بدیم. چی میگن آقا؟ میگن مرزهای چیچی رو عوض جابجا کرد. تعریف ما اصلا از اوتیسم این نبود. داد یه جوری بود که مثلا یه مداد میگرفت، مالا ما درس میخوندیم، اون یه مداد میگرفت مینوشت توی دیوار آیه ها رو مینوشت با دستخط، یعنی شبیه دستخط قرآنی مینوشت. غیر قرآن چیز دیگه مینوشت؟ بیشتر آیات قرآن، چیزی نمینوشت. بعدن که دیدیم مثلا بردیمش مدرسه و ازش پرسیدیم، دیدیم که کامل خوندن و نوشتن هم بلده، قرآن هم حفظ کرده. قرآن رو حفظ کردن. بله. قرآن به قلبش رسیده. بله. خب وعلمناه من لدنا علما. نعم أستاذ، كمان من أستاذ أحمد. وعلمناه من لدنا علما. أستاذ حسنين. وعلمناه من لدنا علما. الله. شما هم خودتون رو معرفی کنی؟ فاطمه سواری هستم، خواهر صلاح الدین. پدر جان، این بچه ها رو کجا بردین؟ سفر این طرف و اون طرف؟ میکروفون بالا. نه ما اهل سفر نیستیم. چرا؟ شاید اولین بار میان تهران. کجا دوست داریم برین؟ مشهد مثلا. کجا؟ مشهد. با من کل خانواده با من افتخار برای من. سب دوم مشهد رفتین تا حالا؟ من رفتم، بچه ها تا حالا مشهد هم نرفتن. ای وای. هیچ کدومتون مشهد مادر نرفتن. شما رفتین؟ شما رفتین؟ نه نرفتم. صلاح الدین هم نرفتم. همه خانواده مهمون مشهد. امام رضا. من قابل نیستم. شما وسیله ای. من وسیله ان شاءالله که باشم. مشهد. آره مشهد خوب. مشهد خوب.
خب بفرمایید مادر، بفرمایید مادر جان بفرمایید. آقا رسالت جا فادخلوها من ابوابها. اینها باید اذن را از حضرت امام جواد بگیرن. آفرین 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 آفرین. پدر شما که نزدیکین به کربلا مشرف رفتین؟ بچه ها رفتن؟ نه فقط من. بچه ها کربلا نرفتن؟ نه مادر شما نرفت؟ نه این واقعیت. ما همه خانواده ممنون حسنه یا حبیب. ممنون. همه خانواده؟ همه خانواده. این دوتا کربلا این و بقیه عتبات عالیات عراق. این دوتا آقا رسالت بقیه عتبات. بله دیگه منظور عتبات. فاطمه خانم بفرمایید. خواهرم 14 سالگی یکی از شبکه‌های چشمش پاره شد و یکیشون کور شد. بعد توی 20 سالگی چشم دومش رو از دست داد. بازم عصب شبکیه‌اش پاره شد که عملش فقط تو شیرازه و ما نتونستیم عملش کنیم که بتونه ببینه. عمل کنه خوب میشه یعنی؟ بله. کاملا بینایی برمیگرده؟ میگن که تو شیراز همچین چرا تا حالا عمل نکردین؟ هزینه اون با محفل. خب اونم با محفل. آفرین. میگه صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. همش برکت قرآن. همش برکت قرآن. همش برکت قرآن. هر چه کردم همه از مایی در کار نیستا. همه برکت قرآنیه که تو سینه این پسره. همش الحمدلله. این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. ما شاء الله استاذ حسنین ما شاء الله ما شاء الله. آقا نبی روشنمون کردی، با این خانواده روشنمون کردی. خدا وکیلی، خدا دلتو روشن کنه. آقا عشق کردیم. رسالت یه نکته همیشه شما میگی حالمون با محفل خوبه. واقعا امشب این محفل و اون حال و اون قرآن و اون صفا و عشق و همه رو به ما نشون انگار خدا رو دیدیم یه لحظه. آره جدی خدا درست دست قدرت خدا رو. الله اکبر. تا خانواده آقا نبی سواری برم بشینن، به نظرم بیوقفه تشویقشون کنن. خوش اومدین. انشالله سلامت ببینیمتون. یا علی. آفرین رسالت. آفرین. همه ایستاده. خوش بگذارم مسئله کربلا. ایستاده کف مرتب. نوکرتم. پیوسته.